سلام خوشگلای من. به بررسی امروزمون تو فروشگاه خانم جان خیلی خوش اومدین. امروز قراره بریم سراغ یکی از ستاره‌های دنیای مراقبت از پوست، یعنی میسلار واتر بایودرما مدل سنسیبیو. میخوایم با هم زیر و بمش رو در بیاریم و ببینیم واقعا این همه که ازش تعریف میکنن درسته یا نه. کیا اینجا پوستشون حساسه؟ دستا بالا. تا حالا شده از یه پاک‌کننده آرایش استفاده کنین و بعدش پوستتون قرمز بشه و بسوزه؟ آه که چه حس بدیه. اگه شما هم از این داستان خسته شدین، دقیقاً جای درستی اومدین. خب پس آماده باشین که قهرمان پوست‌های حساس رو بهتون معرفی کنم. بایودرما سنسیبیو H2O. این محصول یه فرشته نجاته برای پاک کردن آرایش، اونم بدون ذره‌ای سوزش یا قرمزی. خب، حالا بیایم ببینیم راز جادویی این بطری کوچولو چیه؟ اصلا چطوری کار میکنه که هم انقدر قویه، هم انقدر با پوست مهربونه؟ داستان اصلی برمیگرده به چیزی به اسم میسل. ببینین تکنولوژی میسلار خیلی باحاله. فکر کنین یه عالمه گوی پاک‌کننده خیلی ریز مثل آهنرباهای کوچولو توی این مایع وجود داره. این آهنرباها همه آلودگی‌ها، چربی اضافه و آرایش رو به خودشون جذب میکنن و از روی پوست بلند میکنن، اونم بدون اینکه لازم باشه پد رو محکم روی پوستتون بکشین و اذیتش کنین. چیزی که این فرمولو بی‌نظیر میکنه ترکیبات آرام بخششه. استری میسلار خیلی ملایم پوستو تمیز میکنن، عصاره خیار مثل یه آرامبخش طبیعی عمل میکنه و پی‌اچ این محصول دقیقاً مثل پی‌اچ طبیعی پوست خودمونه، پس تعادلش به هم نمیخوره و از همه مهمتر هیچ ماده شیمیایی خشن و مضری توش پیدا نمیشه. خب، تا اینجای کار که همه چی عالی بود. ولی بیایم ببینیم چی باعث شده این میسلار واتر بایودرما انقدر معروف و خاص بشه. بچه‌ها فقط این عدد رو ببینین، 99%. توی تستای آزمایشگاهی ثابت شده که این محصول میتونه تا 99% ذرات آلودگی هوا رو از روی پوست پاک کنه. این یعنی قدرت، واقعاً فوق‌العاده است. خب مزایای کلیدیش چیه؟ اول اینکه خیلی لطیفه، هم صورت و هم دور چشم رو تمیز میکنه. آرایش و ضد آفتاب رو کامل پاک میکنه و در عین حال به پوست آرامش میده و جلوی التهابش رو میگیره. به تعادل طبیعی پوست احترام میذاره و بهترین قسمتش اصلاً نیاز به آبکشی نداره. آخرش هم فقط یه حس سبوکی، تازگی و تمیزی روی پوستتون میمونه. و یه خبر عالی برای ماهایی که پوستمون حساسه. این محصول کاملاً بدون الکل، پارابن و هر نوع عطر و اسانسیه. این یعنی دیگه خیالمون راحته که باعث حساسیت و آلرژی نمیشه. حالا بذارین یه نکته رو هم صادقانه بهتون بگم. این محصول برای پاک کردن آرایش روزانه، آلودگی‌ها و ضد آفتاب حرف نداره. اما اگه یه آرایش خیلی سنگین و ضد آب دارین، مثلا آرایش مهمونی، ممکنه لازم باشه یه دور دیگه هم ازش استفاده کنین تا پوستتون کاملا تمیز بشه. این جدول مقایسه رو ببینین. قشنگ نشون میده که بایودرما به طور تخصصی برای پوست‌های خیلی حساس و حتی آسیب‌پذیر ساخته شده. کاملاً بدون الکل و عطره و قدرت پاک‌کنندگیش هم خیلی بالاست. دقیقاً به همین دلیله که ما توی خانم جان این محصول رو به عنوان استاندارد طلایی برای پوست‌های حساس به شما پیشنهاد می‌کنیم. خیلی خوب، حالا بریم سراغ قسمت عملی ماجرا. چطوری ازش استفاده کنیم که بهترین نتیجه رو بگیریم و مهمتر از اون چطوری مطمئن بشیم که داریم محصول اصل رو می‌خریم؟ روش استفادهش از آب خوردنم راحت تره. یه پد پنبه‌ای رو کاملاً به محلول آغشته می‌کنین و به آرومی روی کل صورت و چشماتون می‌کشین. یه راهنمای کوچولو. برای آرایش چشم که یکم سرسخت‌تره، پد رو چند ثانیه روی پلکتون نگه دارین و بعد آروم پاکش کنین و تادا! تمام. حتی لازم نیست صورتتون رو بشوری. و اما کابوس همیشگی ما، تشخیص محصول اصل از فیک. ببینین محصول اصل مایش کاملا شفافه، مثل آب زلال. نوشته‌هاش دقیق و خاناست و ساخت فرانسه است. اما محصولات فیک معمولاً یکم کدرن، بوی تند الکل یا عطر میدن و چاپ روی بطریشون هم بی‌کیفیته. دقیقاً به خاطر همینه که خرید از یه فروشگاه مطمئن مثل خانم جان انقدر مهمه. اینطوری خیالتون راحته که محصولی که به دستتون میرسه 100% اصله. ما توی خانم جان اصالت همه محصولاتمون رو برای شما عزیزای دلم تضمین میکنیم.
خب عزیزای دلم، رسیدیم به بخش آخر و جنبندی نهایی. بیایم ببینیم این محصول واقعا برای چه کسایی انتخاب ایدئاله. این میسلار واتر جون میده برای هر کسی که پوست حساس، تحریک پذیر یا مستعد قرمزی داره. برای اونایی که آرایش سبک و روزانه دارن عالیه. یا اگه پوستتون شوینده‌های قوی رو تحمل نمیکنه، این بهترین دوست شماست. حتی میتونین به عنوان یه تونر خیلی ملایم بعد از شستشوی صورت هم ازش استفاده کنین. یادتون باشه که انتخاب محصول درست اولین و مهمترین قدم برای داشتن یه پوست سالمه. و خب ما اینجاییم تا بهتون کمک کنیم، چون خانم جان مراقبته. خیلی ممنونم که تا آخر این بررسی با من همراه بودین خوشگلا. امیدوارم که کلی براتون مفید بوده باشه. حتما ما رو دنبال کنین که کلی نقد و بررسی‌های جذاب دیگه تو راهه که از دستشون ندین. مراقب پوستتون باشین. بوس بوس.